هومن ملایری هستم، مدیر عامل مهندسین مشاور و سازندگان ایرانی سوئدی اسپیدیج. جایزه‌ای هم که امشب توفیق داشتیم، جایزه سازه برتر در واقع بود. فقدانی که قبلا وجود داشت این بود که جوایز حوزه ساختمان بیشتر در باب معماری بود، در صورتی که حوزه‌های فعال و شاخصه‌هایی که یک پروژه رو موفق می‌کنه شاخصه‌های بسیار وسیع و زیرشاخه‌های متنوعی هستش که تا به حال مقفول بودند. اتفاق بسیار خوبی که در آکادمی ساختمان افتاد این بود که این حوزه‌ها شناسایی شد. اتفاق خوب دیگه وجود کمیته علمی قوی و اساتید و چهره‌های درخشانی در کمیته علمی و نکته دیگه‌ای که جالب توجه هستش اینه که رأی‌گیری توسط اعضای آکادمی انجام میشه، همون ساختاری که در مراسم معتبری مثل جایزه اسکار هستش.